لباجار قامشلوی کردستان سوریه و دبن آلا رژیم سوریه و اینن سروک رژیم بشار الاسد آهنگا به داوی هاتنا کامپا دلسوزیه جبوالات و سروک رژیم سوریه بشار الاسد هات لدارخستن. او آهنگ به بونه سالوگرا سوندا دستوری یا سروک رژیم سوریه بشار الاسد هات لدارخستن وکو پشگیریه که سرکفتنین ارتشا رژیم سوریه گوته ده هجماره کمازن جو خواندوانن باجار قامشلو تیده بش داربون. او چالاکیا گوش آلیه گیتیا جوانن شورشه لقامشلوات لدارخستن تیده سرکردین پارتیا البعث و برپرسن اولهی و لشکری و اندامن پرلمان رژیمه و سرکردین پرورده و ریخستن و سندیکا و بریوبرین دزگهن فرمیین رژیمه و مالباتن بشداران آمده بون. چالاکیا گو در دوران 905 خواندوانی تیده آمده بون گلک چالاکی لخواگرد مینا هوارچونه و پرستاری و کاراته و تابلوین ورزشی و نشتیمانی و نتوی استران و فکرنا چکان هر وها پیشانگه کش بر همین بشدار بویان هاده پیشکش کرن. لگوری وینین گوهاتن بلاف کرن آلا رژیم سوریه هر وها وینین سروک بشار الاسد و سلوگان پیشگیریش رژیم و ارتشا ویره و سرکفتن وان دیار دبن. بریا چند روزه کی جی آلیگرن رژیم لباجار قامشلو دوباره پشتوانی خوش با رژیم اسد تکس کربون و خونشاندانک لدارخست بون. دو خونشاندانا گوش بو پشتوانی رژیم اسد و چکدارن به سر و هات بو لدارخستن خو پیشاندران آلا رژیم اسد و سلوگان پشتوانش بو بشار الاسد سروک رژیم سوریه بلند کربون. هر وها دو پیشاندان ده تکزیل سر پشتوانی رژیم اسد و چکدارن وی و یک پارچه‌ای سوریه هات کرن. تفی گو هردم پیاده ادعا دکه گو او روش آوای کردستان بریو دبه اونا به تو چالاکی به ورگرتنا مورد جوی وره لدار خستن لرژیم اسد بردوام ده چالاکین خود لباجرین پاریزگاه حسکه گو همو چالاکین خو دبن آلو وینین سروک سوریه لدار دخه بگو تو مولتج پیاده ورگره.